السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قصه مرد صالح، مرد دوزنه و زنی کرنمک. دوستان و برداران عزیز، با دقت گوش اندازین. اگر برای شما که پیسم آمد لایک زرکین تا اینکه دیگر اپا و خواهرها ببینن، شاید که برای یک از ما و شما منفعت برسانه. قصه کوتاه. یک از مردان صالح بخواست الله و بخاطر الله چی میکنه؟ زنی دوم میگیره. زنی یکم داره، ازدواج میکنه با زنی دوم. بخاطر الله که اونه که زنی ازدواج میکنه صاحب 4 فرزند است. از بین ایقا وقت میگذره که زنی یکم از این حال آگاه میشه، یعنی خبردار میشه که مرد ما خوب است، نه تیز خبر میرسونه. المهم که خبر به زن یکم میرسه اینکه شوهری تو زن دوم گرفته است. زن جنگ و جنجال میبرداره، خودشو به علو زنیده، سر میته، بنزین ده تاری سر میریزه، مخم علو میزنم و خدمتدار میکشم، یا من یا او. یعنی این مرد صالح، مرد با تقوا، مردی که از دین مبین با خبر بود، برای زن خود میفهمانه که ای بنده خدا، یعنی زیدی آیت قرآن تو سخن کار نکن، زیدی آیت قرآن تو گب نگو که نعوذ بالله از این خارج میشه. چی قدر که میفهمانه یعنی زن گوش نمیکنه. المهم که خلاص به جنگ جنجالی که آمد، مرد زن دوم خود را جواب داد و جنگ اینها تمام نشید. یعنی جنگ جداشون رفتن گرفت. طوری چند که من چی کم بدی داشتم که بالای من زن گرفتی. میگه بنده خدا، الله اجازت دادگی است که ازدواج کنین. خواهران ما بیوزن زیاد هستند، با من خاطر گرفتن که بیوزن ها کم شود، کمک خود را به خاطر الله برسانیم که صاحب 4 فرزند است، یعنی شوهر او از دنیا گذشته بود. المهم که جنگ جنجال اینها بسیار می شود از سبب آنی که در عصب مردک بسیار میخرامه، عصب مرد را بسیار خراب میکنه. چیکار میکنه؟ مردک کسری پرالیج میشود، دولین میزنش، از دنیا میگذره. یعنی این مرد ایره هر لحظه و زمان میگفت انسانی خوب، الله قادره، الله میتونه که ترم امتحان کنه، روزی از روزها ترم میتونه که بیوشه به مثل زنها. و این زن یعنی کرنمکی بود، ناشکرگزار کی بود. میگو اگر منم که نعوذ بالله با همین بیوزنی زنم، یعنی نمیخوام یک کسا بگیرم، نمیگیرم، من صبر میکنم ایستم. المهم که این مرد، این جوانه که اهل تقوا بود، از دین مبین خبردار بود، دولین میزنش، پرالیج میشه، مدتی چند که از دنیا میگذره و بعدا این زن میمونه بیوزن. از خانه شوهرش ایره چکو میکنن، میگن بله، یعنی چقدر جنگ جنجال میکنه، بره به خانه پدر مادرت. قصه کوتاه. به خانه که مادر که میروه، خانه مادر و پدر خود که میروه، در خانه و پدر مادر خود چقدر قدر قیمتی داشته باشین، مدتی از کم مدتی که بگذره قدر قیمتت پایان میفرایه. با همراه گودکای اکا جنگ میکنی، یا که دادرد، یا که اپا و خواهرت. المهم که قدر قیمت خود از بین میروه و بعدا اونها ترم از خانه بیرون میکنن و ترم یعنی آرزو و تمنا میکنی چی کنی تو اینکه یگان مردی باشه زنی دیمه سیمه 4 مرا بگیره. قصه کوتاه که چگونه کردی همون گونه انتظار باشه. از بین چی قگی میگذره، خلاصی گفت این خواهر مسلمان یعنی به شوهر میبره زن دوم. خانه ای که او میروه خانه شوهر دومش و زن دوم میشه به شوهر دوم میگیره. المهم یعنی وقتی که شوهرش که میبره و بعدا چیکار میکنه؟ زن اون هم خبردار میشه از این حال. زن اون هم میای جنگ جنجال میگیره. ای چی قدر زاره میکنه که انسانی خوب، من به خاطر الله گرفتم، به خاطر آنه که فرزندهای ما در کوچه نمونم، من از هیچی طلب نمیکنم با جز آنه که در برم باشه تا اینکه من دست به زینا نزنم. چی قدر که نمیفهمونه، اون زنم قبول نمیکنه، میگه نه یا من یا او. خلاصی که بیرم میزنن از خانه بیرونش میکنه. قصه کوتاه چیه که من مفصل موثر مثلا کارت که چوت که گفتم به خاطر آنه که اپا و خواهران مسلمان
الحمدلله بگین، یعنی شکرانه نعمت های الله سبحانه و تعالی بکنین. الله که فرمود که ازدواج کنن، ازدواج که کردن شما زید آیت قرآن نبراین. برای اونی که دنیا چرخ و فلک از خودمون میگن کو این روز تو شاهی، این روز پولدار هستی، فردا شاید که کم خرج شوی. این روز زیبا هستی، سالم هستی، شاید فردا این ولی چه بیمار شوی. با همون خاطر الحمدلله شکرانه پروردگار بکنیم به نعمت های دادگیش. شوهر ازدواج کرد بگو الحمدلله، زنی دیم کرد بگو الحمدلله که گرفتی و خواستی الله عدل بگو. خلاص جنگ جنجال شما شوهر شما رو به بیماری کسری فلج پرالیچ و دیگه میبرسونه، از سبب که نیروی دولین انسان که میزنه میانش کار میمونه، دست پاش کار میمونه، چشماش خیره میشه و همین گفتی که با دیگه نمیبینن. با همون خاطر هر چیزی که دارین الحمدلله بگین. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه من دیدم اهل دوزخ بسیارش اهل زنها هستند و اهل صحابه ها پرسان کردن که یا رسول الله با کدام عمل ها به چه خاطر اهل دوزخ اکثریتش اهل زنها هستند؟ که به خاطر آنه که بسیار لعنت میگن و کفران نعمت میکنن. اگر ما و شما چی اپا و دادرها چی اکا و خواهرها باشن، اگر هر یک کدیم ما و شما اگر که چنان که الله میفرماید لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شما شکرانه کنیم من زیادش میکنیم، الله میگه ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر که شما کفران نعمت های ما بکنید عذاب من بالای شما بسیار سخته. و همون خاطر هر اون چیزی که داریم شکرانه بگیم الحمدلله. الله میتونه همینم از دست ما و شما بگیره. الله قادره، ان الله علی کل شیء قدیر. الله به همه چی قادر است، همه کار کرده میتونه. و همون خاطر اگر ما شکرانه کنیم الله زیادش میکنه. و همون خاطر یعنی این روز که شما شوهر دارین شاید که فردا الله شوهر شما را از بین بگیره. این روز فرزند دارین الله میتونه فرزند شما را بگیره. الحمدلله کورنمک نشین، کورنمکی را از بین ببرین، صالح شیم، سالم شیم، چقدر که بتونیم کمک کنیم دست به خیر شیم. هر اون گپی قبیحی که ما بگیم، هر یک مو لعنتی که ما بگیم اون به خودمون برمیگرده. تو دین و کمتودن چگونه ای کردی همون چیز انتظار باش. هر عمل زشتی کردی زشت برات میگرده، خوب کردی خوب برمیگرده. با هم خاطر نیکی بمانه جاویدان انشاءالله که حرکت کنیم کاری اعمال خیر و نیکو را بکنیم. یعنی ناشکر گذار نباشیم، کور نمک نباشیم که الله چشمای ما و شما را کور نکنه. اگر اون که بیدقل گفته باشم از همتون معذرت. باقی در امان الله باشین، با دعا باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.